خطرهایی که از تاجیکستان در منطقه در افغانستان حتی تاجیکستان خطرهای ایجاد میکند ما اینها را بررسی میکنیم و گپ میزنیم. این موضوع براتون روشن هست که تاجیکستان تنها کشور منطقه است، شاید هم از معدود کشورهای جهان هست که اصلا طالبان رو به نه تنها به رسمیت نمیشناسه که اصلا هیچ رابطه آشکار و صریح با طالبان نداره. ببینید مسئله تروریسم، تجارت تروریسمی برای امالی رحمان یک تجارت شدگی است. وقتی که مشکلات واقعی که امروز در داخل تاجیکستان است و خطرهای واقعی، تهدیدها از داخل تاجیکستان است و همیشه برای ناآرام کردن افغانستان یا اینکه ناآرام بودن افغانستان این برای رحمان یک دستک ابزاری هست که از این استفاده میبرد و از این حالت هم امکانات پولی و مالی از کشورهای غربی و از کشورهای منطقه به دست میارد، پشتیبانی سیاسی به دست میارد و دیگر هم برای سرکوب کردن مخالفان و منتقدان و آزادی بیان همچون چی است، همچون یک دستک است. شما ببینید امروز همه روزنامه‌نگارای تاجیک با چی گناهکار هستند؟ با تروریسم. بهترین دانشمندا، عالما، پروفسوری، بعضی از اونها حتی حکم ابد گرفتن. حکم ابد گرفتن. بله. اینا هم از کجا هستند؟ اینا از کجا سرچشمه میگیرند؟ از افغانستان سرچشمه میگیرند. میگه من امروز شما مسئله حقوق آزادی بیان را در اینجا گپ نزنید چون من دارم دست به گریبان با تروریست هستم، با داعش هستم و اگر ما واقعیت را ببینیم رحمان با یک دستش تروریسم را میسازد، با دست دیگرش مبارزه میبرد. ما از بسیار بازی‌های امنیتی که در منطقه صورت میگیرد ما اینا با خبر هستیم. ما معلومات‌های دقیق و روشن داریم که امالی رحمان از بعضی گروه‌های تروریستی و بعضی عملیات‌های تروریستی رو که در مرزهای تاجیکستان صورت بگیرد این با دستای خودش انجام میدهد. البته خود ما در BBC